وسط قرن 20 یه شهر کوچیک تو شمال غربی ایران پرچم خودش رو بالا میبره و میخواد بعد چند هزار سال روی پای خودش وایسه. مردمش جشن میگیرن، ارتش و دولت و زبون مخصوص خودش رو داره، ولی یه سال نشده همه چیش نابود میشه. این قصه جمهوری کردستان مهاباده، یک کشور کوچیک با عمر کوتاه که کمتر از 100 سال پیش توی خاک ایران نفس کشید و بعد خاموش شد. امروز میخوایم ببینیم اصلاً چی شد که این جمهوری تأسیس شد و چطور اینقدر سریع از بین رفت. داستان از سال 1941 شروع میشه، وسط جنگ جهانی دوم، همون موقع که شوروی و انگلیس با هم ریختن توی ایران و کشور رو نصف بین خودشون تقسیم کردن. شمال افتاد دست شوروی. با این اشغال حکومت مرکزی ایران تقریباً از کار افتاد و خب این خیلی مهم بود، چون رضا شاه با سیاست‌های ملی‌گرایانه‌اش سالها بود فرهنگ کردی رو له کرده بود، از زبان گرفته تا لباس محلی. وقتی قدرت شاه فرو ریخت یه خلأ بزرگ به وجود اومد. کردها یه فرصت تاریخی پیدا کردن که شاید برای اولین بار میتونستن خودشون تصمیم بگیرن کی هستن و کجا میخوان برن. همه چیز از یه جرقه شروع شد. سال 1942 توی دل شهر مهاباد یه گروه مخفی به وجود اومد به اسم کمله ژیان کردستان، یعنی انجمن زندگی کردستان. حالا هدفشون چی بود؟ رویا پردازی نبود، میخواستن یه کردستان بزرگ بسازن، مستقل و آزاد. اعضای تازه وارد یه جور مراسم ورود داشتن، قرآن رو میذاشتن روی پارچه مخمل قرمز که تصویر صلاح الدین ایوبی روش دوخته شده بود و با دست لرزون قسم میخوردن تا آخرش بمونن، حتی اگه به قیمت جونشون تموم شه. ولی رهبران کمله میدونستن دارن رو مرز خطر راه میرن. حرف از استقلال یعنی حساس شدن همه همسایه ها، از تهران گرفته تا بغداد و آنکارا. تو مجله ها و روزنامه هاشون از اتحاد و آینده مشترک ملت کرد می نوشتن، ولی حواسشون بود یه قدم اشتباه ممکنه برچسب وابسته شوروی رو بچسبونه به پیشونیشون. اواخر سال 1945 ورق برگشت. شوروی که شمال ایران رو در اختیار داشت دنبال امتیاز نفت بود، نه آرمان کردها. واسه همین تصمیم گرفت بازی رو علنی تر کنه. به پیشنهاد اونها کمله منحل شد و به جاش حزب دموکرات کردستان تشکیل شد. رهبرش کسی نبود جز قاضی محمد، یه مرد مذهبی آروم با چهره معتمد که مردم مهاباد بهش احترام خاصی میذاشتن. همه چیز آماده یه رویای بزرگ بود. وقتی حزب دموکرات کردستان تشکیل شد شعارش ساده و محتاط بود: خودمختاری در چارچوب ایران. قاضی محمد میخواست بگه دنبال تجزیه نیست، فقط میخواد کردها سهمی از سرنوشت خودشون داشته باشن. اما اوضاع منطقه داغ‌تر از اون بود که کار به حرف ختم بشه. چند کیلومتر اونورتر شوروی‌ها جمهوری خودمختار آذربایجان رو راه انداخته بودن که این موج به مهاباد هم رسید. 17 دسامبر 1945 پرچم کردستان برای اولین بار بالا رفت و چند هفته بعد در 22 ژانویه 1946 قاضی محمد روی بالکن میدان چارچرا ایستاد و رسما تولد جمهوری کردستان مهاباد رو اعلام کرد. جمهوری تازه متولد شده مثل یک نوجوان پرشور بود. با شتاب دست به ساختن هویت خودش زد. زبان کردی شد زبان رسمی، مدارس کردی راه افتادن و روزنامه‌ای به اسم کردستان شروع به چاپ کرد. با کمک شوروی حتی یه چاپخونه مدرن هم راه انداختن. ارتش شاهنشاهی ایران منحل شد و جاشو داد به ارتش ملی کردستان. فرمانده این ارتش کسی نبود جز ملا مصطفی بارزانی، همون فرمانده معروف کرد از عراق که بعد از شکست شورشش با حدود 1000 تا 3000 جنگجوی مسلح وارد ایران شده بود. قاضی محمد بهش اعتماد کرد و فرماندهی کل نیروهای نظامی جمهوری رو سپرد به اون. بارزانی و مرداش که از تجربه جنگی بالایی برخوردار بودن ستون فقرات ارتش مهاباد شدن. قاضی محمد با اون چهره آروم و لحن مذهبی نماد وحدت بود. مذهبی‌ها بهش اعتماد داشتن، روشنفکرها بهش احترام میذاشتن. ولی زیر این ظاهر متحد یه ترک بزرگ از همون اول داشت شکل میگرفت. دولت مرکزی ایران که از دور نگاه میکرد شروع کرد به تطمیع و خریدن بعضی از سران عشایر کرد. پول و وعده مقام کم کم شکاف انداخت بین قبیله ها. و اینجا بود که یه سوال تلخ بین خود کردها زمزمه میشد: ارتش مهاباد واقعا کردیه؟
یا فقط مجموعه‌ای از جنگجوهای عراقی که به خاطر مصلحت اومده بودند و هر لحظه ممکن بود برگردند؟ بزرگترین دشمن جمهوری دشمن بیرونی نبود، از درون می‌جوشید. رهبران کرد عملاً جزیره بودند. دولت مدنی مهاباد فقط تو خود شهر نفس می‌کشید. بیرون از دیوارهای شهر حرفش خریداری نداشت. حزب دموکرات از همون اول تصمیم گرفته بود قدرت رو از دست فئودال‌ها و روحانیون بکشه بیرون تا یه حکومت مدرن و مردمی بسازه. ولی نتیجه برعکس شد. نه اون طبقه سنتی حاضر شد با دولت همراه بشه، نه دولت تونست نفوذش رو گسترش بده. به مرور جمهوری ناچار شد برای حفظ پشتیبانی محلی دوباره برگرده سراغ همون آقاها و خانها، یعنی کسایی که ازشون میترسید. همین تناقض باعث شد نتونه اصلاحات اساسی مثل تقسیم زمین رو اجرا کنه. ساختار حکومت عملاً روی آب بنا شده بود. هر قبیله، هر رهبر ساز خودش رو میزد و درگیری‌های قبیله‌ای نذاشت هیچ وقت یک هویت واحد شکل بگیره. در همین گیرودار تهران داشت از پشت کار خودش رو میکرد. قوام السلطنه نخست وزیر وقت بازیگری ماهر بود. فهمیده بود با توپ و تانک نمیشه جمهوری رو شکست داد. باید از درون زدش. شروع کرد به فرستادن پیام و پول برای سران عشایر کرد و حتی به قاضی محمد پیشنهاد داد استاندار یه استان کردی متحد بشه به شرطی که جمهوری رو منحل کنه. قاضی محکم رد میکرد. اما قوام به هدفش رسیده بود. کردها و آذربایجانی‌ها به جون هم افتادند. 23 آوریل 1946 جمهوری مهاباد و جمهوری آذربایجان پیمان همکاری امضا کردند تا علیه شاه متحد بشن. قاضی محمد هیچ وقت حاضر نشد زیر پرچم کسی دیگه بره. وقتی آذربایجانی‌ها گفتن کردها باید در قالب دولت اونها خودمختار باشن، جوابش قاطع بود. کردستان برای خودش تصمیم میگیره، نه زیر سایه دیگران. این پافشاری یه هزینه سنگین داشت، چون کردها همزمان ادعای مالکیت روی مناطقی مثل ارومیه، خوی و ماکو رو داشتن، جایی که بیشتر جمعیتش آذری بودن. این شد جرقه اختلاف عمیق بین دو جمهوری. در سطح جهانی هم ماجرا فقط یک درگیری محلی نبود. دنیا تازه وارد دوران جنگ سرد شده بود و چشم‌ها به شمال ایران دوخته شده بود. آمریکا و بریتانیا تمام قد پشت دولت مرکزی ایران ایستادند تا جلوی گسترش نفوذ شوروی رو بگیرن. ترکیه و عراق هم از ترس سرایت ایده استقلال کردها بیقرار بودند. آنکارا حتی از بغداد خواست که با فشار بر بریتانیا بارزانی رو مجبور کنند برگرده عراق تا نیروی نظامی مهاباد بی صدا فرو بپاشه. در عمل شوروی‌ها حمایتی نکردند به جز چند قبضه اسلحه سبک و یه چاپخونه. چون هدف اصلیشون نه آزادی کردها بود نه عدالت تاریخی، فقط امتیاز نفت شمال ایران رو میخواستن. استالین نمیخواست با تشکیل یک دولت کردی قوی ترکیه رو به سمت غرب هل بده. واقعیت این بود که جمهوری مهاباد از اول هم با چراغ سبز نیمه خام شوروی شکل گرفت و همونطور که خیلی‌ها بعداً گفتن شاید کل ماجرا چیزی نبود جز یه بازی موقت روی صفحه شطرنج استالین. و زمانی که وقت معامله نفت با تهران رسید، قاضی محمد و رویای مهاباد به راحتی قربانی اون بازی شدن. سرنوشت جمهوری از همون لحظه‌ای بسته شد که شوروی تصمیم گرفت نیروهاش رو از ایران بکشه بیرون. می و ژوئن 1946 ارتش سرخ یکی یکی از شهرهای شمالی عقب نشست. بخشی از معامله‌ای که قوام السلطنه برای امتیاز نفت با مسکو بسته بود. به محض رفتن روس‌ها تهران نفس راحتی کشید و دستور داد ارتش کنترل شمال کشور رو پس بگیره. اولین ضربه به جمهوری آذربایجان خورد. ارتش ایران در دسامبر 1946 اون رو در هم کوبید و بعد مستقیم به سمت مهاباد حرکت کرد. وقتی خبر پیشروی ارتش رسید، وفاداری عشایر هم دود شد. خانها و سران قبایل که تا دیروز متحد قاضی محمد بودند، یکی یکی به ارتش ایران پیوستند. جمهوری عملاً تنها موند. در دسامبر همون سال پرچم کردستان از میدان مهاباد پایین کشیده شد. اما قاضی محمد برخلاف خیلی ها فرار نکرد. گفت من به مردمم قولی دادم که تو خوشی و سختی کنارشون بمونم. همون تصمیم ازش یه چهره اسطوره‌ای ساخت. جمهوری شکست خورد. ولی قاضی محمد تو ذهن کردها به یه نماد تبدیل شد. نماد وفاداری، نه قدرت.
در همون روزها ملا مصطفی بارزانی حاضر به تسلیم نشد. قاضی محمد پرچم کردستان رو به دستش سپرد و گفت این آرمان رو زنده نگه دار. بارزانی و پیشمرگه‌هاش راه کوه‌ها رو در پیش گرفتند، مسیری مرگبار از دل برف و سنگ، تا بالاخره در ژوئن 1947 خودشون رو به قفقاز شوروی رسوندن. جنبش کردها زنده موند چون هنوز کسی بود که پرچم مهاباد رو زمین نذاشته باشه. قاضی محمد و نزدیکترین همراهانش دستگیر شدند. دادگاه نظامی براشون حکم اعدام برید و اتهام‌ها سنگین بود: تجزیه طلبی، پایین آوردن پرچم ایران و همکاری با بیگانگان. اما قاضی محمد تو دادگاه ساکت نموند. گفت من پایه‌گذار یه حرکت دموکراتیک بودم. هیچ قدرت خارجی منو مجبور نکرد. از سر عشق به ملتم این کارو کردم. صبح 31 مارس 1947 در میدان اصلی مهاباد قاضی محمد، برادرش و پسر عمویش در برابر چشم مردم دار زده شدند. حزب دموکرات کردستان از بین نرفت، شد پایه جنبش‌های جدید به ویژه در کردستان عراق. حالا برگردیم به سوال اصلیمون. سرنوشت مهاباد رو خیانت بیرونی رقم زد یا دعوای درونی؟ واقعیت اینه که هر دو. خروج شوروی تیر خلاص بود، ولی سرعت فروپاشی رو خود جمهوری تعیین کرد، چون نتونست بین رهبران سیاسی شهری و خانها و بزرگهای قبیله‌ای که همیشه دو دل بودن تعادل برقرار کنه. به نظرتون بزرگترین اشتباه قاضی محمد چی بود؟ اعتماد به شوروی برای اسلحه یا اعتماد به خانهای قبیله‌ای برای وفاداری؟ نظرتون رو برامون بنویسید. اگه این بحث براتون جذاب بود لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا قسمت بعدی تاریخ ناگفته‌ای رو از دست ندید.